سلام، وقت بخیر بینندگان عزیز و محترم در هر کجای دنیا هستید. براتون لحظات خوشی رو آرزو دارم. همونطور که مطلع هستید دولت حسن روحانی چندی پیش لایحه بودجه رو به مجلس فرستاد و مجلس در حال بررسی بودجه آقای روحانی هست. اما طبیعتاً خیلی ها به این بودجه دولت ایرادات گرفتن از منظرهای مختلف. ما هم در این برنامه به دنبال این هستیم که بودجه آقای حسن روحانی رو از منظری دیگر نگاه کنیم، از این منظر که آیا عدالت بین استانهای مختلف رعایت شده یا خیر و اساساً بودجه‌ای که تنظیم شده بر چه محوریتی قرار داره. آیا محوریتش توسعه کشور ایران هست، توسعه مناطق مختلف هست، یا اینکه این محوریت ها و اولویت ها مسائل متفاوتی رو دنبال میکنه. ما اجازه میخوام قبل از اینکه وارد بحث بشیم ببینیم که بودجه چه چیزی هست و چه تعریفی داره. من قصد ورود تخصصی به این تعریف رو ندارم و تلاش خواهم کرد که تا جایی که میشه از اصطلاحات استفاده نشه. بودجه همونطور که ما در خانواده هامون هم بودجه‌ای داریم، پیشبینی هایی از درآمد و مخارجمون برای یک سالمون داریم، دولت هم به همین شکل است. ما مثلا میگیم ایکس ریال حقوق خواهیم گرفت، ایکس ریال مثلا از بانک سود خواهیم کرد و سود خواهیم گرفت و غیره، و هزینه هامون رو هم برای یک سال در نظر داریم، مثلا چقدر اجاره باید بدیم، چقدر باید لباس بخریم و غیره. بودجه دولت هم بر همین اساس است. دولت هم میاد و برای سال آتیش یک پیشبینی از درآمدها و مخارجش داره، اما درآمدهای دولت مثل مالیات ها و مخارجش مثل هزینه هایی که به کارکنانش میره یا یک سری طرحهای عمرانی و زیربنایی که برای اقتصاد در نظر گرفته. اما یک مسئله‌ای که همیشه در ایران ما شاهد اون بودیم در بودجه های مختلف، چه بعد از انقلاب و چه قبل از انقلاب، بحث کسری بودجه هست که همیشه منجر به تورم در ایران شده و تورم های بسیار وحشتناکی رو هم شاهد بودیم که متاسفانه سال به سال هم داره این در طی سالهای اخیر بدتر میشه وضعیتش. کسری بودجه اصولاً در خیلی از کشورها به وجود میاد و دولت کسری بودجه رو بعضاً تعمداً به وجود میاره، چرا که دولت در بعضی از کشورها به دنبال این هست که زیربنای اقتصاد و قدرت اقتصادی اون جامعه رو توسعه بده، و یا اینکه بخواد فقر مطلق چند دهک جمعیتی رو از بین ببره، میاد و هزینه های خودش رو بیش از درآمدهاش تأمین میکنه و از طریق ایجاد کسر بودجه و در نهایت ایجاد تورم میتونه این در واقع هزینه ها رو پوشش بده و به نوعی با ایجاد کسر بودجه از جیب مردم هزینه طرحهایی رو که داره پرداخت میکنه. و بنابراین کسری بودجه میتواند چیز خوبی هم باشه و به نفع جامعه هم باشه، چیزی که ما در ترکیه شاهدش هستیم به عنوان مثال. اما در ایران کسری بودجه نه برای توسعه آبادانی و عمران کشور، بلکه به خاطر بی‌انضباطی ها و اختلاس ها و اون محور فکری رژیم ایران داره، از اون مسئله نشأت میگیره. ما اگر بخوایم یک دلیل بگم
بر اساس آمار و ارقام بر این بیاریم، میتونیم مروری داشته باشیم به درصد تحقق بودجه های جاری و عمرانی. میدونید بودجه دولت یعنی هزینه هایی که دولت میکنه در بودجه دو قسمت هست، یا هزینه های جاری هست مثل حقوق کارکنان دولت، یا هزینه های عمرانی مثل ساخت راه آهن اینها یا بیمارستان. اینها هزینه های عمرانی حساب میشه. اگر درصد تحققش رو دوستان نشون بدن من بهتر میتونم توضیح بدم. ببینید طی 24 سال گذشته درصد تحقق هزینه های جاری دولت 93% بوده. یعنی اینکه دولت 93% هزینه ای رو که برای یک سال در نظر گرفته بود رو محقق کرده. اما در مورد تملک دارایی های سرمایه یا همون هزینه های عمرانی که میگن 66% تنها تحقق پیدا کرده. این یعنی چی؟ یعنی دولت هر جا کم آورده از هزینه های عمرانی کم کرده، نه از هزینه های جاری خودش. و امسال هم دولت 60% به هزینه های جاری خودش اضافه کرده و این نشون میده که دولت ما یک نگاه صرفاً هزینه و درآمد به بودجه داره، در حالی که بودجه برای خیلی از کشورها، یعنی همه کشورهایی که یک تفکر معقولی دارند، ابزار سیاستگذاری برای توسعه اون کشور هست. برعکس یک کشور نرمال که محوریت بودجه بر اساس توسعه کشور و فقر زدایی هست، در ایران محوریت بودجه بر اساس 3 محور هست به اعتقاد من. یکی اختلاس، یعنی بودجه رو جوری تنظیم میکنن که بتونن اختلاس کنن. دوم توسعه و ترویج ایدئولوژیشون، یعنی ترویج شیعه‌گری یا شعوبیه یا هر اسمی که هست. و سوم یا میشه گفت شعوبیه فارسی به هر شکل. اما سومین محور میشه گفت که توسعه ایران شهری و دیدگاه پانفارسیزم هست که در بودجه به وضوح میشه این رو دید و من با رقم، آمار و ارقامی که در لایحه بودجه هست این رو عرض میکنم و یه خورده جلوتر هم بهش اشاره خواهیم کرد. در مورد اختلاس ببینید 2 تا شگرد دارن در بودجه. من با اختلاس هایی که در سازمان های مختلف انجام میشه بعد از تخصیص بودجه کاری ندارم. من صرفاً در لایحه بودجه دارم صحبت میکنم. یکیش بحث شرکت های دولتی هست که میدونید بودجه‌ای که برای شرکت های دولتی در نظر گرفته شده 2 برابر بودجه عمرانی هست. 2 برابر بودجه‌ای که هست که برای بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده. من رقمش رو الان باید ببینم بتونم به هر ترتیب. یک رقم بسیار بزرگی هست که دولت در نظر گرفته برای بودجه دولت برای بودجه خودش، شرکت‌های خودش رقم خیلی بزرگی رو در نظر گرفته. و حالا چرا دولت این کار رو کرده؟ چرا باید بودجه شرکت‌های دولتی 2 برابر بودجه عمرانی دولت، بودجه عمومی دولت باشه؟ دلیلش این هست که بودجه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت نفت در مجلس بررسی نمیشه. یک مسئله خیلی مهمی هست که شرکت نفت 14.5% درآمد حاصل از فروش نفت رو
به خودش اختصاص میده و این قانونی هست که همیشه اعمال شده، 14.5%. و با توجه به اینکه دولت در نظر داره 2,300,000 بشکه در روز نفت بفروشه با $40، بالاخره یک رقم بسیار زیادی نصیب شرکت‌های دولتی از جمله شرکت نفت میشه که هیچ گونه حساب کتابی هم نخواهد داشت و به کسی هم حساب پس نخواهد. اما مسئله دیگه نرخ ارز دولتی 4200 تومانی که برای سال بعد هم در نظر گرفتن هست و این هم خودش راه رو برای اختلاس و دزدی باز میکنه، چرا که اینها میان به یک سری افرادی که منسوب به خودشون هستن بودجه هایی رو، پول هایی رو میدن، اعتباراتی میدن با دلار 4200 تومان که اینها وارداتی داشته باشن و غیره، در حالی که طبق تجربه سنوات پیش ما میتونیم از الان پیش بینی این رو داشته باشیم که این دلارها روانه بازار آزاد خواهد شد و در واقع چیزی معنی جز اختلاس نداره، چرا که اگه دولت بخواد یارانه بده و برای کالاهای اساسی راههای خیلی زیادی برای این کار وجود داره، نه اینکه بیاد بودجه رو اختصاص بده به دلار 4200 تومانی و این رو بین خودی هاشون تقسیم کنن. 8 میلیارد دلار قرار هست که با 4200 تومان به اون افرادی که مد نظرشون هست پول بدن که اگر این رو با نرخ نیمایی 11500 تومان میداد 58400 میلیارد تومان میتونست کسر بودجه خودش رو پوشش بده و اگر با بازار آزاد، یعنی با 25000 تومان اگر این رو در واقع در نظر بگیریم، یعنی این 8 میلیارد تومان رو اصلا از لایحه بودجه حذف کنین، 166 میلیارد و 166,400 میلیارد تومان رقم بسیار بزرگی هست، دولت میتونه در هزینه هاش صرفه جویی کنه و بخش بزرگی از کسری بودجه خودش رو میتونه پوشش بده. ولی چون یکی از محورهای اساسی بودجه‌ای که در ایران وجود داره بر حسب اختلاس هست و قبل از هر چیزی اینها اون 3 آیتمی که عرض کردم، اختلاس، بحث ترویج شعوبیه و بحث ترویج ایران شهری و پانفارسیزم رو محوریت قرار دادن. اول سهم اینها رو تعیین میکنن، بعد میرن سراغ بودجه های دیگه که در همون بودجه هایی هم که به استانها تخصیص میدن و به طرحهای ملی و استانی، تو همونجا باز یک سری تبعیضاتی رو بر اساس حالا فارس بودن و نبودن اعمال میکنن. اما دومین محور گفتم که بحث شیعه گری و ترویج شیعی هست. من فقط یک نمونه کوتاه بخوام بگم، هزینه‌ای که برای تبلیغات اسلامی در استانها، در بودجه استانی رو عرض میکنم نه کلی، در نظر گرفتند 9 برابر بودجه کانون پرورش فکری کودکان و 3.5 برابر توسعه نوسازی مدارس برای تبلیغات اسلامی فقط اینها در نظر گرفتن، یا بودجه شهید 200 برابر بودجه کانون پرورش فکری کودک. این نشون میده که یک چنین رژیمی با چه تفکری داره جلو میره. یا بودجه زندان ها که 2500 میلیارد تومان هست، در نظر گرفته شده که 25 برابر بودجه هست که برای پرورش فکری کودکان در نظر گرفته میشه. فقط برای استانها، بحث استانها هستن، بحث کلی. اما
اما در مورد بحث توسعه پانفارسیزم و ایران شهری، اگر دوستان زحمت بکشند و اسلاید مربوطه رو که مربوط به هزینه، بله اینجا ببینید، یک سری هزینه هایی، یک سری بودجه هایی رو دولت اختصاص داده برای ترویج زبان فارسی در خارج از کشور، یا مثل بنیادهایی مثل بنیاد ایران شناسی که مجموع اینها رقم ها به میلیون ریال هست. 2,753,791 میلیون ریال، یعنی چیزی حدود 2,753 میلیارد ریال. این رو فقط برای توسعه زبان فارسی در نظر گرفته، مثل بنیاد ایران شناسی، ترویج فرهنگ و تمدن در خارج، گسترش زبان فارسی، آموزش زبان فارسی در خارج و غیره. حالا اینکه اینها به چه کار ما میاد برای ما هنوز بعد از 10 سال مشخص نیست که این پولی که در خارج از کشور صرف میشه این فقط خارج هست، یعنی با داخل هنوز کاری نداریم. اینکه مثلا در لهستان 4 نفر رو هم بتونن به زبان فارسی صحبت کنن چه دردی از ما دوا خواهد کرد برای من مشخص نیست، و بودجه های کلانی که برای این کار در نظر گرفته میشه مشخص نیست که به چه کار میاد، و این میگم فقط برای خارج از کشور هست این بودجه‌ای که در نظر گرفته شده، و در داخل هم خیلی بودجه های خیلی کلانتری در نظر گرفته میشه. به عنوان مثال مثلا یک رشته‌ای که در دانشگاه هم وجود داره مثل رشته شاهنامه پژوهی. خب این شاهنامه پژوهی دقیقاً چیست؟ یک کتابی هست که فلانی با تیرکمون زد، فلان چشم فلانی رو کور کردیم، با اون کشتی گرفت. و خب این چه چیزی داره که ما 10 سال هست راجبش داریم پژوهش میکنیم و تمام نمیشه، میلیاردها بودجه براش خرج میکنن، چه چیزی رو پژوهش کنن؟ مگر چه رمز و راز و چه سرهایی در این شاهنامه وجود دارد که بخوایم این رو پژوهش بکنیم؟ مگر جز زن ستیزی و عرب ستیزی و ترک ستیزی توش چیزی هست؟ چه چیزی رو میخوایم ما ازش پژوهش بکنیم؟ یک شخص مثلا شاهنامه پژوه چه کار میکنه دقیقا؟ یک پزشک کارش مشخص هست، یک رفتگر کارش مشخص هست، 8 ساعت کار میکنه و کار مشخصی میکنه، حقوقش هم میگیره. اما این شخص شاهنامه پژوه صبح میره سر کار، 8 ساعت رو چه کار میکنه؟ 8 ساعت چه چیزی رو پژوهش میکنه هر روز؟ و 10 سال هست که تمام نمیشه. یک جامعه شناس اگر پژوهش کنه راجع به متغیرهای مختلفی که در جامعه وجود داره، خب ارزشمند هست، به کارمون میاد. یا یک اقتصاددان یا یک چه میدونم شیمیدان و غیره و غیره. اما شاهنامه پژوهی به چه کار ما خواهد اومد؟ ترویج زبان فارسی در مثلا اوکراین، گیرم که 10 نفر هم فارسی بلد بود شدن در ژاپن، که چی؟ ببینید بودجه‌ای که برای اونجا خرج شده رو من فقط میخوام یک قیاسی با مهمترین و ضروری ترین نیازهای ما که حیاتمون بهش وابسته هست رو با هم قیاس کنیم، مثل محیط زیست. دیگه ما فکر نمی کنم چیزی مهمتر از محیط زیست داشته باشیم و حیاتمون بهش بستگی داره. بودجه‌ای که برای ترویج زبان فارسی در خارج از کشور در نظر گرفته در لایحه بودجه سال 1400 20 برابر بودجه است که برای محیط زیست اردبیل در نظر گرفته شده و 23 برابر بودجه است که برای محیط زیست زنجان در نظر گرفته شده. خب یا میشه گفت منابع طبیعی هم به همین شکل است، یعنی 10 برابر 10 برابر، بیش از 10 برابر بودجه‌ای که برای اردبیل در نظر گرفته شده، برای منابع طبیعی اردبیل بودجه در نظر گرفتن که زبان فارسی رو در خارج از کشور توسعه بده.
کدام مهمتر هست؟ بالاخره یک وجدان بیدار باید وجود داشته باشه، بپرسه کدام مهمتر هست. اما جالب هست، من از بین این همه انتقاداتی که به بودجه وارد میکنن هیچ جایی رو ندیدم که در مورد این موضوع صحبت میشه. دیدم جایی که مثلا اون اشخاصی که تفکرات مذهبی ندارن یا مخالف دین و مذهب هستن اشاره میکنن به بحث بودجه‌ای که بنیاد شهید داره، بودجه‌ای که تبلیغات اسلامی، راهیان نور، نمیدونم حوزه های علمیه، امامان جماعت و غیر بودجه دارن اشاره میکنن، ولی هیچ کسی رو من ندیدم که راجع به این بودجه توسعه زبان فارسی و ایران شهری در خارج از کشور صحبتی داشته باشه. و این هست که عرض کردم یکی از محورهای اساسی تفکر بودجه نویسی ما توسعه ایران شهری و پانفارسیزم در خارج و داخل کشور هستند. این حالا در داخل کشور چقدر این بودجه ها صرف میشه اون هم یک نوعی نامعلوم هست، چرا که آمار رو هم به جزئیات بیرون نمیدن که ما بتونیم دقیق حساب کنیم. در داخل سازمان ها و وزارتخانه ها، حتی نیروهای نظامی، بودجه های خاصی رو هم برای تبلیغات اسلامی، برای توسعه زبان فارسی در نظر میگیرن. مثلا فرهنگستان زبان فارسی رو ما داریم که برای هر کلمه مثلا به جای ایدز بگید ناکا. حالا این ناکا به چه دردمون میخوره که باید بابتش چند صد میلیون خرج بکنیم نمیدونم. حالا خیلی ها پول دارو ندارند، دولت بهشون کمک نمیکنه دارو بخره، انسولین پیدا نمیشه، داروهای خاص، بیماری های خاص دارو ندارن، ولی خب برای هر معادل سازی همان بیماری ها باید میلیون ها خرج بکنن به ملت و مشخص نیست که برای چیه. اما در مورد استانها، تبعیضاتی که در مورد استانها هست، من چند اشاره مختصر بکنم که بحثمون زیاد هم طولانی نباشه. به عنوان مثال در مورد پارک های علم و فناوری که جایگاه بسیار بسیار مهمی در بحث اقتصاد و جامعه داره، برای بحث توسعه بسیار حائز اهمیت هست. بحث پارک های علم و فناوری هست. بودجه‌ای که برای اصفهان فرض کنید در نظر گرفتن چیزی حدود 49 میلیارد تومان است که اگر ما این رو قیاس بکنیم با بودجه‌ای که استان‌های دیگه در نظر گرفتن، معادل هست با بودجه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و همدان. یعنی این 5 تا استان اندازی اصفهان بودجه گرفتن. دلیل چیست؟ نماینده های این استان‌ها چرا حرفی نمیزنن؟ چرا اعتراضی نمیکنن؟ واقعا من نمیدونم. فقط هم اصفهان نیست، بگیم خب اصفهان تافته جدا بافته باش. یزد چی؟ کرمان چی؟ خراسان رضوی چی؟ خراسان رضوی اندازه آذربایجان شرقی و غربی و زنجان بودجه گرفت. یا کرمان، من نمیدونم. تهران رو گذاشتیم کنار، با تهران کاری نداریم، میگیم خب حالا جمعیتش زیاده، ولی خب بقیه چی؟ یعنی من نمیدونم. اگر مسئولین با این بودجه استانی هست، البته بودجه یک بحث ملی هم وجود داره که اونجا هم متاسفانه کارهایی رو انجام میدن برای اینکه تبعیضاتی رو در خفا انجام داده باشن، مثل بردن طرح‌های استانی در قالب طرح‌های ملی و برعکس، که از این طریق هم میشه گفت که این اعداد رو جابجا میکنن. به عنوان مثال شما دقت بکنید به بودجه‌ای که برای طرح‌های عمرانی آب و فاضلاب استان تهران در نظر گرفتن و بردن توی بحث بودجه‌های ملی، و این عددش در بودجه استان تهران نیومده و یک طرح ملی حساب شده، در حالی که
برای استان تهران هست و از این آمار و ارقام خیلی هست که نمیشه تک تک به همش رسید. من فقط چند نکته رو، چند موردش رو میگن قطره ای از دریا دارم خدمتتون فقط عرض میکنم. فقط بحث حالا منابع طبیعی، فقط استان مازندران به اندازه آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان اداره منابع طبیعی مازندران بودجه گرفت و هیچ مشخص نیست که دلیلش چیست. یا بگیم خب مازندران جنگل زیاد داره، بسیار. استان فارس، استان فارس چرا باید بیشتر از آذربایجان شرقی و اردبیل بودجه بگیره، در حالی که ما واقعا اون طبیعت و اون منابع طبیعی که در آذربایجان شرقی و اردبیل داریم اصلا قابل قیاس با استان فارس نیست. یزد، کرمان چی؟ کرمان بیش از اردبیل و زنجان بودجه گرفته. این رو چطور توجیه کنیم؟ یعنی هر جوری حساب میکنم نمیدونم، چیزی دستگیرم نمیشه که واقعا دلیل این تبعیض‌ها چیه. این تبعیض‌ها رو البته به شکل خلاصه اگر ما بخوایم نگاه کنیم در درآمد و مخارجی که برای استان‌ها وجود داشته میتونیم ببینیم. اگر دوستان زحمت بکشن اون اسلاید، من برای 2 تا استان در نظر گرفتم، استان زنجان و آذربایجان شرقی. بله، به عنوان نمونه فقط این رو در نظر گرفتم. ببینید نسبت درآمد و اعتبارات هزینه استان آذربایجان زنجان به سایر استان‌ها، این استان‌ها رو به عنوان نمونه آوردم. خب یعنی اون درآمدی که استان زنجان داشته تقریبا 3.5 برابر درآمدی بود که درآمد استانی رو دارم عرض میکنم، چهارمحال و بختیاری داشت. خب 3.6 برابر، اما تقریبا اندازه چهارمحال بودجه گرفته، هزینه شده در زنجان یا قرار هست هزینه بشه. خب لایحه بودجه هست. یا کوهگیلویه و بویراحمد، تقریبا زنجان 5 برابر این استان کوهگیلویه و بویراحمد درآمد داشته در استان، ولی کمتر از کوهگیلویه و بویراحمد بودجه میگیره، یعنی اندازه کوهگیلویه هم بودجه نگرفته. یا گیلان 1.3 برابر گیلان درآمد داشته، نصف گیلان 44 گیلان بودجه میگیره. یا ایلام تقریبا 8.3 ایلام درآمد داشته ولی اندازه ایلام بودجه گرفته. خب این رو من نمیدونم چرا هیچ اعتراضی به این مسئله مسئولین استان زنجان یا و سایر استان‌ها نمی‌کنند. در مورد آذربایجان شرقی هم به همین شکل است. استان آذربایجان شرقی رو هم اگر دوستان نشون بدن میتونیم راجبش صحبت بکنیم. استان آذربایجان شرقی هم همین هست. ببینید مثلا خراسان رضوی میبینید که 9 برابر خراسان رضوی درآمد استانیش بوده، 3 برابرش بودجه گرفته. یا فارس اندازه تقریبا فارس کمی بیشتر از استان فارس درآمد داشته، اما 7 استان فارس بهش بودجه دادن. و حتی کردستان هم که میگن خیلی تبعیض شده و در حقش و غیره، دارید میبینید استان آذربایجان شرقی تقریبا 6 برابر کردستان درآمدزایی داشته ولی کمتر از 2 برابرش بودجه گرفته. و اینها نشون دهنده یک تبعیض آشکار در بودجه هست که بودجه ریزی هست که میگم دوباره میشه گفت که سندی است، دلیلی است بر محوریت پانفارسیزم و توسعه اون در بودجه ما. به هر ترتیب نکات زیاد هست. من در این برنامه تلاش کردم که از زاویه‌ای بودجه 1400 رو نقد بکنم که متاسفانه خیلی از کارشناس‌ها به خصوص کارشناس‌های وابسته به اپوزیسیون مرکزگرا هیچ وقت راجبش صحبت نمی‌کنن و تنها به
مواردی میپردازند که با محوریت فکری اونها همخوانی داشته باشه، ولی هیچ وقت به بودجه هایی که برای توسعه ایران شهری و پانفارسیسم در نظر گرفته میشه هیچ انتقادی نداشتم و این آشکارا نشون میده که در برخی موارد از جمله همین مسئله هیچ تضاد فکری با رژیم جمهوری اسلامی ندارم و در مسئله توسعه پانفارسیسم و ایران شهری دقیقا همون تفکراتی رو دارن که رژیم جمهوری اسلامی داره. تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید و بیننده این برنامه بودید. هر جا که هستید سالم و خوش باشید.